داستان سنباد و موش پیر. در روزگاران دور همینطور که سنباد مشغول گردش بود، چشمش به یک کلبه نیمه خرابه افتاد. به نظر می رسید مدت زیادیه که هیچ کس تو این کلبه زندگی نکرده. سنباد که بدون توجه از جلوی اون میگذشت، با شنیدن صدایی از حرکت ایستاد. سنباد به آرومی به طرف کلبه رفت و در رو باز کرد تا شاید صاحب صدا رو بتونه پیدا کنه. آهسته از پله ها پایین رفت و در حالی که یه خورده هم ترسیده بود به داخل زیرزمین رسید. یهو چشمش به موشی افتاد که توی تله افتاده بود. اون با عجله در تله رو باز کرد و موش پیر رو از داخل اون نجات داد. آقا موشه که از این محبت سنباد خیلی خوشحال شده بود، با عجله به این طرف و اون طرف میپرید و دمش رو برای سنباد تکون میداد. یه روزی از این روزا سنباد که از پیدا کردن این دوست جدیدش خیلی خوشحال شده بود، بی خیال و بدون توجه مشغول گردش و تفریح بود که یهو پاش توی تله‌ای که برای گرفتن حیوونا کار گذاشته بودن گیر کرد. توی چشم به هم زدن سنباد بیچاره روی هوا بلند شد و در حالی که یه پاش توی داخل حلقه طناب گیر کرده بود از درخت آویزون شد. هر چقدر تلاش کرد نتونست خودش رو از این وضع نجات بده و تقلای بیشتر جز خستگی فایده‌ای براش نداشت. موش پیر که یک بار سنباد اونو از تله نجات داده بود، به جبران محبت دوست مهربونش بلافاصله از درخت بالا رفت و مشغول جویدن طناب شد. بالاخره با زحمت زیاد تونست طناب رو پاره کنه و سنباد رو از این وضع خطرناک نجات بده. حالا دیگه سنباد و موش پیر دوستای خوبی برای هم شده بودن و هر کدوم به نوبه خودشون محبت زیادی به دیگران کردن. هر وقت به هم دیگه نگاه میکردن یاد داستان جالبی میافتادن که براشون اتفاق افتاده بود و خیلی لذت میبردن. بچه‌های نازنینم به پایان داستانمون رسیدیم و ما توی این داستان یاد گرفتیم هر مهربونی یه پاداشی داره. درسته شاید ما همون لحظه پاداش کار خوبمون رو نگیریم، ولی مطمئناً یه روزی کسایی توی مسیر زندگیمون قرار میگیرن که اون مهربونی های ما رو جبران کنن. مثل همیشه مراقب تک تک خوبی های خودتون باشید. شب خوب و آرومی رو داشته باشید. شبتون بخیر.